دادگاه ولایت مختار کوهستان بدخشان روز جمعه 5 آگوست سال 2022 غلامعلی عبدالرحمانوف پسر کلانی طالب ایامبکوف یکی از لیدرهای غیر رسمی این ولایت مختار واقع در شرق تاجیکستان را به حبس عمرباد محکوم کردند. در این باره ژورنالیست انوره سرکارова که اساساً رویدادهای ولایت مختار کوهستان بدخشان را پیگیری میکند خبر داد. بنا به اطلاع او دادگاه ساکن 33 ساله خوروغ غلامعلی عبدالرحمانوف را بر اساس 5 ماده کودکس جنایتی تاجیکستان از جمله اوباشی، نگاه داشتن سلاح، قاچاق سنگ‌های قیمت‌بها و هم در قتل سردار وقت ریاست امنیت ملی ولایت جنرال عبدالله نظرов در سال 2012 گناهکار شناخته است. انوره سرکارova می نویسد که غلامعلی عبدالرحمانوف تازه روز 23 ایول سال 2022 از جانب کارمندان امنیت دستگیر شده بود و الکی با گذشت کمتر از 2 هفته به حبس عمرباد محکوم کردید. گفته می شود تفتیش پرونده و مرافعه ایامبکوف خورده به صورت بسته صورت گرفته است. غلامعلی عبدالرحمانوف هیچ کدام از اتهامات بزیدش اعلان شده از جمله دست داشتن در قتل جنرال امنیتی را اعتراف نکرده است. خبر می‌دهد انوره سرکارova بنا به اطلاع او در حال حاضر خود طالب ایامبکوف همچنین 2 برادر و 3 فرزند او در حبس قرار دارند. جنرال عبدالله نظرov سردار وقت ریاست ولایت کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان 17 ایول سال 2012 در کنار خوروغ کشته شد. محض کشته شدن او سبب نخستین عملیات حربی در خوروغ شد که 24 ایول سال 2012 با طلب به مقامات سپردن افراد گناهکار در قتل عبدالله نظرov آغاز یافته از هر دو طرف دعوا کشته را به جا گذاشت. ماه سال 2022 مقامات با استفاده از نیرو موج نو اعتراضها را در ولایت مختار کوهستان بدخشان سرکوب کردند. بنا به اطلاع دریافته در جریان سرکوب اعتراضات بیش از 40 نفر از جمله 3 لیدر غیر رسمی این منطقه محمد باقروف، خورسند مزاروف و زاهر رجبوف کشته شده. حدود 200 کس دیگر از جمله 9 لیدر باقی مانده بدخشان دستگیر شدند. در بین دستگیر شده و طالب ایامبکوف هم بود که او را روز 11 ایون برای صحبت به مقامات دعوت کردند و دیگر برنگشت.